بسم الله الرحمن الرحیم. پس از آنکه در سال 1241 آفتاب عالمتاب کیان علم و تقوا عالم ربانی مرحوم شیخ احمد احصایی اعلی الله مقامه غروب فرمود، جمله تلامذه و دوستداران جنابش را اجماعی افتاد که پس از وی سر بر آستان والا مقام یگان شارع و وارث علمیش مرحوم سید محمد کاظم حسینی رشتی فرود آورند و جبین بر عتبه علم و کمالش می ساییدند. از سوی دیگر اما کوردلانی خفاش سان که ایشان را یارای تماشای نور علم و کمالش نبود، علم مخالفت افراشته و در ایذای آن بحر ژرف دانش از هیچ ذره در فرو نگذاشتند، همچنان که با استادش برخی خاران این معاملت نمودند. از جمله مخالفان و موذیان آن دریای بی منتهای علم و حلم عده‌ای از عالم نمایان دونمایه نجف بودند. شیخ علی خلف ناخلف شیخ جعفر نجفی سرآمد دشمن او در آن موطن محسوب بودی. وی را جسارت به حدی در رسید که در هر مجلس درس و موعظتی این کلام بر زبان راندی که ایها الناس، مرا علم و ایقان در خصوص سید کاظم چنین افتاده است که وی را خلاف ضرورتی چند است در قول و فعل و بدان حال جرم از مذهب امامیه خارج. و از این قبیل کلام لا طائلی چند می گفتی و اینگونه شق عصای مؤمنین روا می داشتی که نه بر آن سندی می توانست ارائه کنندی و نه مرو را برهانی اقامه. باری این که این رسم او شد در هر مجلس و محفل و حتی نوشت به سوی علمای هند و ایران و پاکستان که مرا عقیدت چنین باشد که تقلید سید را دیگر نشاید به دلایلی چند، که همه تهمت بی اساس بود و بس بهتان. در مقابل سید جلیل ما نیز که الحق به تسمیتش کاظم بسیار کظیم بود و حلیم، برایش چند باری نامه مرقوم فرمودی که ای بنده خدا، تو را این چه خصمی است که بر من بی گناه روا می داری و این چه حرصی است که بر جمع این دار هم و فانی سزا می دانی؟ اگر حرفی داری با خودم بگوی و چنانچه خلافی کرده ام مکتوب کن تا جوابش بنویسم و این قائله قبل از آنی که مفسد بار شود برچینم. شیخ علی جوابی نداد. بار دیگرش پیغام فرستادی که ای شیخ، اگر به مناظره رضایت داری حرفی نیست، من حاضرم و به شرط حضور حکم و یا علمای متفق علیهم با تو بحث خواهم کرد. باز جوابی نداد و بر این منوال بگذشت و شیخ علی مذکور به رسم تهمت زنی ادامه همی داد و پاسخی به مروت به سید نمی داد، تا آنکه اتفاقی در این میانه رقم خورد که مناسبت داشت تا آن را امروز متذکر شویم و از آن ماجرا بسی عبرت گیریم و قضاوت را به آیندگان حوالت کنیم. تا آنکه در عید قدیری سید جلیل به زیارت امیرالمؤمنین علی علیه السلام مشرف شدند. روز دوم ورود ایشان شخصی آمد که جناب شیخ علی می‌خواهد که یک مجلس با شما بنشیند و قول شما را بشنود. سرکار سید فرمودند به رسول که مقصود شیخ از این اجتماع چیست؟ قطع نایره فساد است یا زیادتی عناد؟ ما و شیخ مختلفیم یا متفق؟ هرگاه بنشینیم مختلف و برخیزیم مختلف، او بگوید حق با من بود و من بگویم حق با من بود، نه اینکه نزاع اعظم خواهد شد و فتنه اکثر، و آن وقت به اطراف خواهد نوشت که با فلانی هم نشستیم و قطع عذر او را کردیم و ابطال او را کردیم.
اگر فی الحقیقه شیخ رفع فساد می‌خواهد، حکمی در ما بین قرار دهد و قرار می‌دهیم که هر کس را که حکم تصدیق کرد حق با او باشد. و من می‌نویسم که آنچه حکم حکم کند بر من لازم است که عمل کنم و مهر می‌کنم ایشان هم بنویسند و مهر کنند و هر دو کاغذ را می‌دهیم به امینی مسلط که آنچه این حکم حکم کند ما را بر آن بدارد تا مختلف بنشینیم و متفق برخیزیم و نزاع برطرف شود. و یا من تابع شما شوم یا شما تابع من شوید و حاکم هم از اهل عراق نباشد که متهم به دوستی شما یا من باشد، بلکه از غیر اهل عراق باشد و نگویید که این امر میسر نیست و عذر است. اینک همین قدیر علما از اطراف بلاد احسا و بحرین و جزایر آمده اند، نه متهم به متابعت من می باشند نه متهم به متابعت شما و معروف و مشهورند به تدین و انصاف و کثرت علم و تقوا و نسبت ما و شما به ایشان علی استواست و مقبول القول و مسموع الکلمه می باشند، بلکه به لحاظی چند نسبت ایشان با شما بیشتر است. من به حکومت ایشان با وجود این راضیم. شما هم راضی شوید و ایشان را حکم کنید، خواه با هم باشند خواه بعضی از ایشان باشند. پس رسول جناب شیخ علی برگشت و خبر به ایشان داد و جناب سید جلیل هم رسولی فرستادند به همراهی آن رسول که تغییر و تحریفی ندهند و راضی نشدند که این بزرگواران را حکم کنند و گفتند که اینها قابلیت حکومت ندارند و نمیدانم این عبارتی که دستاویز خود کرده بودند چقدر غامض بود که این علمای اعلام و فضلای با احترام از حل آن عاجز باشند. چون رسولان خبر آوردند سید فرمودند اگر بحث شما در امور غیر ضروری است که باعث کفر و حلیت غیبت و تهمت من نمی شود و اگر در امور ضروری است، پس چگونه این علمای اعلام که همه صاحب تصانیف و تآلیف هستند آن ضروری را نیافتند و حالان که ضروری آن است که عالم و جاهل و زن و مرد و کوچک و بزرگ همه آن را یافتند. پس برای همه کس معلوم شد که مراد جناب شیخ قطع فساد نیست و مقصود عین عناد و لجاج است و مع ذلک شهرت دادند در نزد زوار که از اطراف آمده بودند که ما 19 نفر رسول فرستادیم پیش سید کاظم که به محضر حکومت حاضر شود و حاضر نشد. پس چون سید جلیل این حکایت را دیدند فرمودند که در صحن مقدس امیرالمؤمنین منبری نصب کردند و وقت عصری که همه مردم در صحن مقدس بودند بر آن منبر برآمدند، پس حمد و ثنای خدا گفتند، بعد فرمودند بسم الله الرحمن الرحیم ایها الناس إن هذا يوم قد اجتمعت فيه حرمتان إحداهما الغدير والأخرى الجمعة فازداد شرفا على شرف ونورا على نور. ای مردم، در این روز دو حرمت با هم جمع شده، یکی قدیر و دیگری جمعه، پس شرفی بر شرف و نوری بر نور اضافه شده و حرمت سوم حضور نزد امیرالمؤمنین علیه السلام است. این حرمتها کم اتفاق می افتد که با هم جمع شوند و به هم برسند. پس خدا را حمد کنید و شکر نمایید و قدر این نعمت را بشناسید و جایگاه این کرامت را دریابید و با عمل صالح به خدا تقرب جویید و بدانید که عمل صالح
تا درجه قبولی بالا نمی رود مگر با اعتقاد صحیح و معرفت فضل امیرالمؤمنین علیه السلام و اقرار به بلندی مقام و والایی رتبه ایشان. و بدانید که آن حضرت علیه السلام و برادرش و فرزندانش و همسرش علیهم السلام امینهای خدا هستند و درگاه‌های رحمت اویند و مفتاح‌های مغفرت اویند و ابرهای رضوان اویند و کلیدهای بهشت‌های او و خزینه‌های غیبند. ایشان سری هستند که هیچ شکی در آن نیست و محل‌های مشیتند. ایشان زبانهای اراده خداوندند و ایشانند قصبه یاقوت و حجاب ملک و ملکوت. ای مردم، ایشان را در مراتبشان فرود آورید و از حدی که خدا برای ایشان قرار داده بالاتر نبرید. در دینتان غلو نکنید. درباره خدا جز به راستی سخن نگویید. ایشان اربابانی به جای خدا نیستند و شریکان خدا هم نیستند. امر خدا هم به ایشان واگذار نشده است، بلکه ایشان بندگانی اکرام شده هستند که در گفتار از خدا سبقت نمیگیرند. ایشان به امر خدا عمل می کنند. می داند آنچه را که پیش روی ایشان است و آنچه را که پشت سر ایشان است و شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که خدا از او راضی است و ایشان از خشیت پروردگار ترسانند. و هر که از ایشان بگوید که من الهی هستم به جای خدا، پس جهنم را جزایش قرار می دهیم و این گونه ظالمان را جزا می دهیم. ای مردم، ایشان کلمت الله اند و ایشان حاملان امر خدایند و همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله برای خدا عبدی است که خدا او را شرافت و عظمت بخشیده به آنچه برای آن اهلیت دارد. و آن بزرگوار با جسم خود به آسمان به معراج رفت، بلکه با لباسش و کفشش. خلق در روز قیامت با ابدان خود و اجساد دنیوی خود که در دنیا مرئی و محسوس است محشور می شوند. خداوند سبحانه به همه اشیاء عالم است، قبل از ایجاد آنها و همراه ایجاد آنها و بعد از ایجاد آنها. حالتها برای او هیچ تفاوتی ندارد و خدا به انتقال از حالی به حالی وصف نمی شود و برای خداوند زوال و نابودی دست نمی دهد و او حی قیوم قادر متعال است. ای مردم، این است اعتقاد صحیح. پس کسی که به این اعتقاد معتقد شود، پس ترازوی اعمالش سنگین است و مستحق ثواب خداوند است و در این روز عطاء خداوند را به وسیله زیارت حضرت امیر علیه السلام به دست می آورد. و کسی که به آنچه از عقاید گفتیم معتقد نباشد به همه اشیا بعضش، پس عمل او باطل است و برای او در آخرت بهره ای نیست. ای مردم، این اعتقاد من است و دین من است و بر آن باطنم گره خورده است و به آن در باطن و ظاهرم به خدا دین می‌ورزم و کتابها و مصنفات خود را به این نوع از اعتقاد پر کرده‌ام و همه کلماتم بر می‌گردد به آنچه ذکر کردیم، اگرچه به عبارتهای مختلفی باشد. و من می‌بینم علمای این شهر با من نزاع دارند و مخالفت می‌کنند. پس اگر نزاع ایشان و اختلاف ایشان در این عقاید است، پس من به این عقاید دین می‌ورزم و بیزاری می‌جویم به خدا از هر که به این عقاید معتقد نیست. و اگر به من چیزهایی نسبت می‌دهند که با این عقاید منافات دارد، پس من بیزاری می‌جویم به خدا از آن چیزها و از کسی که به آن چیزها دین می‌ورزد. و از من اجتماع خواستند این که جلسه‌ای برگزار کنیم. پس من هم از ایشان حکم و حاکمی درخواست کردم که نزاع را برطرف کند و در مسئله حاکمیت بر ایشان سخت نگرفتم، بلکه برای ایشان علماء متقی و نیکوکار و زاهدی را انتخاب کردم
که برای حکمیت در این مسائل صلاحیت داشته باشند، چرا که حکم در این ماجرا کسی است که ضروریات مذهب و دین را بشناسد. و چون علمای عراق متهم به طرفداری از من یا ایشان هستند، علمایی غریب را انتخاب کردم که زائرند و پرهیزگار، و من الان نزد شمایم و تا فردا صبح هستم. هرگاه خواستند اجتماع می‌کنیم، البته به شرط وجود حاکمی. پس من حاضرم و شما اختلاف نکنید و دروغ و سخن زور نگویید و نگویید که از فلانی اجتماع را برای رفع نزاع خواستیم و او ابا کرد. و شکی نیست که برطرف شدن نزاع به وسیله وجود حاکم مطاع است و بدون این حاکم نزاع و جدال افزون می گردد و آنچه صاحبان دیده ها و گوش ها از آن بیزارند اتفاق می افتد. و درود بر رسول خدا آن صادق امین و سلام بر الصالحین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.